سلام عشقا، حالتون چطوره؟ من صادق بروتا هستم و به چنل من خوش اومدید. بچه‌ها حال مالتون چطوره؟ چه خبرها؟ چیکارا میکنید؟ امتحاناتون رو چیکار کردید؟ برگهتون رو سفید دادید یا همه رو درست نوشتید و 20 رو گرفتید؟ و اینکه بچه‌ها چه خبر؟ دیگه آخرای امتحانات فکر کنم و قرار از این به بعد دیگه هر روز گیم و اشغال و صفا سیتی. بچه‌ها اومدم امروز در مورد بند شدن اکانتام بهتون بگم. 3 تا از اکانتام تو یه روز بند شدن. یه فشاری خوردم، فکر کردم بند 10 ساله خوردم یا 1 ماهه، ولی خب خدا رو شکر بنایی که خوردم، حالا دلیلش هم جلوتر بهتون میگم که شما این کار تکرار نکنید و اکانتاتون بند نشه، چون امکان داره اکانت همه ایرانی‌ها اینجوری بشه برای یکی دو بار، ولی خب اگه یکی دو بار بیشتر بشه اکانتاتون چی میشه؟ بند میشه. بند یه روز دو روزم نمیخوره، میره روی 1 سال و فکر کنم 10 سال، یعنی اینجوری که من تحقیق کردم. بچه‌ها من اکانتم چجوری بند شد؟ اکانتایی که داشتم بچه‌ها، من از اکانتم خروج زده بودم و خب اومدم دوباره جوین شم، یعنی لاگین کنم. برای لاگین کردن این رباته به من گیر داد، گفت آقا اینو باید قشنگ درست بزنی تا بتونی لاگین کنی. فکر کنم حدود 10-15 بار من اینو تکرار کردم و ورود نزد. بچه‌ها بار 16ام اکانتم بند شد. فکر کنید رباته 16 بار من زدم اون تیکر رو، بار 16ام بندم کرد. یعنی هر اکانتی رو میزدم 2 دقیقه بعدش تو مچ بند میشدم. 3 تا اکانت هم بن، یکیش بن یه هفته‌ای خورد، یکیش بن 2 روزه فکر کنم، نمیدونم دقیق. و این هم که اکانت اصلیم بوده حدوداً 12 میلیون فقط خرج همین کرده بودم، اینم بن یه روزه خورد. ولی خب حالا بن یه روزش خیلی سخت بود، بدون اکانت بخوای بری پلی بری، مجبور شدم دیگه پلی ندم اون روزا، چون خیلی حالم گرفته شد. خب بچه‌ها من تغییر شغلم دادم، خیلیاتون حالا میدونید، اونایی که از قبل تو چنل بودن بهشون گفته بودم تو چنل تلگرامم. بچه‌ها چنل دیگه دارم توپق میزنم. بچه‌ها چنل تلگرامم داخل دیسکریپشن هست، اونجا حتما جوین شید. هر شب اوپن جایزه دار و یا حالا هر چیزی که باشه رو من اونجا میذارم، با هم دیگه پلی میدیم، اشغال و صفا سیتی. بچه‌ها داشتم میگفتم شغلمو عوض کردم. بچه‌ها شغل قبلیم تراشکاری بود و خیلی سختم بود، تایم پلی دادنم نداشتم حتی. و اینکه بچه‌ها این شغل یه شغلیه که تو کار موبایله و خب رشته منم کلا تو موبایل خیلی قوی تره و میتونم قشنگ اون کارو پیش ببرم، ولی خب کارهای دیگر رو نه، چون این کارو واقعا دوست دارم، میتونم واقعا انجامش بدم. و بچه‌ها چند وقت دیگه قراره شاپ فن خنک کننده موبایلم بزنم براتون داخل اینستاگرام یا حالا تلگرام، فرقی نداره، فروشمون هم شروع میشه و امیدوارم که بتونم نظرتون رو جلب کنم که ازم خریدم بکنید. و بچه‌ها حالا دیگه آخرای ویدیوه و اگه دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک، کامنت، سابم یادتون نره. اگه تونستید برای یکی یا 2 تا از رفیقاتون هم این ویدیو رو بفرستید که اونم هم ویدیو رو ببینن. دمتون گرم، فعلا خداحافظ.